باز هم سلام دوستان عزیز. رسیدیم به حل مسئله های صنف‌های 9 و 10 و از تست اول شروع میکنیم. تست اول داده ها ترتیب میدهیم. داده شده است ورتولیت با سرعت 20 متر تقسیم ثانیه عموداً به بالا پرواز میکرد. در بلندی 160 متر از سطح زمین از وی جسم را آزاد پرتافتند. کی جسم پرتافته شده به زمین آمده میرسد؟ ورتولیت در اینجا به زبان روسی شرطش نوشته شده است. اکنون ما به حل این مسئله بپردازیم. یک بار دیگه شرطش رو میبینیم. ورتولیت با سرعت 20 متر تقسیم ثانیه عموداً به بالا پرواز میکرد. یعنی در اول سرعت یعنی همون سنگی که از ورتولیت سر میدهند نسبت به زمین و یک سرعت ابتدایی دارد که به خود سرعت ورتولیت برابر است. ولی نسبت به آدمی که آن را سر میدهد یا اینکه نسبت به ورتولیت سرعت آن همان سنگ به صفر برابر است. پس در اینجا سرعت ورتولیت را با سرعت ابتدایی قید میکنیم. V0 برابر 20 متر تقسیم ثانیه. بله 20 متر تقسیم ثانیه. بلندی که از اون بلندی سر میدهند سنگ را این اش برابر 160 متر. و ما باید یابیم که بعد از چقدر وقت این سنگ به زمین می افتد. بیایید وقتی افتش را با تau اشاره میکنیم و این تau را می یابیم. اکنون این بلندی هست که تیر ایگریک رو بیایید اول به بالا روانه میکنیم و سطح زمین رو باشد تصویر میکنیم و این سطح زمین بلندی که از اون بلندی سنگ رو سر میدهند از ورتولیت و آن را با سرعت ابتدایی V0 میپرتایند. در اول در بلندی اش نسبت به زمین قرار داشت. ما معادله حرکت رو در شکل عمومی نویسیم. در تیر ایگریک برابر است به Y0 جمع V0 YT جمع AY T کوادرات تقسیم 2. و البته اگر ما سطح زمین رو همچون 0 قبول کنیم Y0 ما یعنی کوردینات ابتدایی در تیر ایگریک برای سنگ این انا همون اش میگردد. و از بس که سرعت ابتدایی ما پر را به سمت تیر ایگریک روانه است هم سمت است، پس V0 ایگریک ما نیز برابر می شود به V0. اکنون برای A y می توانیم نویسیم که A y برابر است به F y تقسیم M. سوم قوایی که به همون جسم تاثیر میکنند در تیر ایگریک تقسیم مسه آن این میشود A y. و از بس که قوه وزنینی به آن تاثیر میکند و به سمت پایان سمت دارد یعنی مقابل تیر ایگریک سمت دارد و پرایکسی آن همین قوه در تیر ایگریک مینوس ام جی میشود. پس A y ما این برابر میشود به مینوس جی. اکنون ما میتوانیم آن همین معادله را برای مسئله خود نویسیم. این معادله در شکل عمومی است و این را برای مسئله زیرین نویسیم. Y برابر است به Y0 ما اش جمع V0 Y ما V0 وقت در اینجا به تغییر میماند و از بس که در اینجا طرح داریم در اینجا جمع در اینجا طرح می شود جمع و طرح ژ
ت در کوادرات تقسیم 2 و اکنون در این معادله شرط میگذاریم. ما باید وقتی افتشی سنگ رو یابیم، یعنی ما باید وقتی رو یابیم که سنگ آمده به زمین میزند. یعنی در اینجا ما میتونیم معادله رو حلمون رو ادامه دهیم و هنگامی که وقتی ما همین ت با وقتی افتش برابر می شود، یعنی هنگامی افتیدن سنگ به زمین، ایگریکی ما با 0 برابر می شود. ایگریکی سنگ با 0 برابر می شود، چون که آن به نقطه 0 اومده می رسد، به همین نقطه. و اکنون این شرط رو در معادله گذاشته حاصل میکنیم. h جمع v0 تاو طرح ژ تاو کوادرات تقسیم 2 برابر 0. در اینجا میتوانیم قیمت های عددی رو در گذاشته معادله رو نسبت به تاو حل کنیم. بیاید قیمت های عددی رو میگذاریم. h ما در اینجا 160 هست، 160 متر جمع v0 20 متر تقسیم ثانیه، تاو خواهی در اینجا نامعلوم است. طرحی اگر ژ رو تقریبا 10 گیریم، ژ تقسیم 2 5 می شود، 5 تاو کوادرات برابر 9. معادله رو با معادله کوادراتی مانند می نویسیم، یعنی 5 تاو کوادرات طرح 20 تاو طرح 160 برابر 9 و باز معادله رو می توانیم که با 5 تقسیم کنیم. با 5 تقسیم کنیم و حاصل میکنیم تاو کوادرات طرح 4 تاو 160 تقسیم 5 می شود 32. طرح 32 برابر 0. اکنون تاو برابر می شود به 4 تقسیم 2 4 تقسیم 2 از دیسکریمینانت، از فرمول دیسکریمینانت یک برابر ما امور ریشه معادله رو در اینجا کوفیسیانت ای ما که در دیسکریمینانت هست برابر 1 است. پس برای این ریشه معادله ما برابر می شود تاو برابر ب تقسیم 2 پلوس مینوسی ریشه همین ب تقسیم 2 یعنی 2 در کوادرات طرح 3 مو مینوس 32 است در اینجا 4 تقسیم 2 ما 2 می شود پلوس مینوسی ریشه 36 4 جمع 32 36. و از بس که در این وقت جواب منفی گرفته نمیتواند، پس تاو برابر می شود به 2 جمع 6 برابر 8 ثانیه. این تست اولی مسئله های صنف 10 بود. اکنون تست دومش رو میبینیم. تست دوم اقربک دقیقه گرد و ساعت گردی ساعت در رقم 12 میخوابند. بعد کدام وقتی کمترین سمت آنها نسبت به یکدیگر مقابل می شود. یعنی ما ساعت داریم، در اینجا باید ما درباره مفهوم های دور گردش و صمد گردش یا اینکه عموما حرکت چرخ زننده کمی هم باشد معلومات داشته باشیم. در اینجا فرض کردیم که ما ساعت داریم و اقربک دقیقه گرد و ساعت گرد در رقم 12 میخوابند. در اینجا داریم رقم 12، در اینجا داریم رقم 6، در اینجا داریم 3، در اینجا 6 9 ببخشید در اینجا 9 داریم
اکنون اقربک های ما چطوره که میبینید، چطوره که میدونیم اقربک دقیقه گرد این به ما دقیقه را نشان میدهد و در یک ساعت انا همین دوره را یک گردش میکند. اقربک ساعت گرد باشد در یک ساعت یک، اگر اینجا ساعت یک در اینجا دو باشد، اقربک ساعت گرد انا همین در یک ساعت تنها یک کتک یعنی یک ساعت می جنبد و در 12 ساعت یک گردش میکند. یعنی از اینجا ما نوشته میتوانیم که دور گردش اقربک دقیقه گرد ما این یک ساعت است. در یک ساعت اقربک دقیقه گرد یک دور گردش پورا می نماید و دور گردش اقربک ساعت گرد ما باشد 12 ساعت است. یعنی در 12 ساعت اون یک دور گردش پورا می نماید. و اکنون ما باید وقتی کمترین را یابیم که بعد از در مدت انا همین وقت سمتی همین اقربک ها پورا مقابل می شود، یعنی مقابل یکدیگر می شود. اگر قبول کنیم که اقربک ساعت در اینجا قرار دارد و اقربک دقیقه گرد اینجا ساعت گرد است، دقیقه گرد باید پورا مقابله شود، یعنی باید کنج بین آنها 180 گرادوس یا اینکه پی رادیان شود. و از این استفاده برده ما برای کینماتیکای از فرمولهای کینماتیکای چرخ زننده استفاده برده میتوانیم نویسیم برای کنج آنها می نویسیم که فی اقربک ساعت گرد اقربک دقیقه گرد از وقت برابری باز فی اقربک ساعت گرد از وقت. آنها از وقت گوناگون وابستگی دارند، یعنی اقربک ساعت گرد آهسته تر می رود، یعنی کنج آن آهسته تر تغییر می یابد وابسته به وقت، کمتر تغییر می یابد و اقربک دقیقه گرد باشد زیادتر تغییر می یابد. پس برای اقربک دقیقه گرد می نویسیم که سرعت کنجی اقربک دقیقه گرد ضرب وقت. برای اینش هم می نویسیم اقربک سرعت کنجی اقربک ساعت گرد ضرب وقت. از بس که آنها منتظم حرکت چرخ زننده منتظم میکنند، برای همین سرعت کنجی آنها دائمی می باشد و کنج آنها از وقت چنین وابستگی دارد. اکنون ما میدونیم که هنگامی چطوری که در مسئله اولینه y از t در آنجا y از t داشتیم، هنگامی t برابر تau شدن y که ما با 0 برابر شد در انا همینجا، هنگامی انا همین شرط اجرا شدن یعنی y که ما با 0 برابر می شود، در اینجا نیز ما چنین شرط میگذاریم که هنگامی وقتی ما با انا همون تau برابر شدن، یعنی تau که ما باید آن رو پیدا کنیم، هنگامی t ما با تau برابر شدن فرق کنج اینها اقربک دقیقه گرد طرح اقربک ساعت گرد فرق کنج هایشان با 180 گرادوس برابر می شود، یا اینکه آنها نسبت به یکدیگر مقابل می شوند. پس از این شرط ها استفاده برده اول برای فرق آنها می نویسیم فی دقیقه گرد طرح فی ساعت گرد برابر است با پی. یک بار دیگر من این رو نوشتم. اکنون می نویسم اومگای دقیقه گرد ضرب ت. در اینجا علاقه من در جای ت تاو گذاشتم، تاو طرح اومگای ساعت گرد ضرب تاو برابر است با پی. اکنون در اینجا از فرمولای اومگا برابر 2 پی تقسیم ت استفاده برده معادله ها رو در شکل ذیل می نویسیم. 2 پی تقسیم ت کلان دقیقه گرد ضرب تاو طرح 2 پی تقسیم ت ساعت گرد ضرب تاو برابر پی. معادله رو با پی تقسیم کرده حاصل میکنیم. در اینجا ادامه میدهیم. انا همین معادله رو ما با پی تقسیم میکنیم.
حاصل میکنیم 2 تاو تقسیم تی دقیقه گرد طرح 2 تاو تقسیم تی ساعت گرد برابر است به 1. یعنی در اینجا پی اختصار شد، در جایش 1 موند. و اکنون در اینجا ما باید تاو رو پیدا کنیم. تاو رو پر از قوس میبروریم، یعنی که مخرج عمومی میدهیم به این معادله، میشود 2 تاو تی ساعت گرد طرح تی دقیقه گرد تقسیم تی ساعت گرد ضرب تی دقیقه گرد برابر 1. یعنی خودی تاو برابر میشود به 2. در اینجا با اون طرف رفته به پایان می رود، کسر ما هم با اون طرف رفته چپه می شود. یعنی تی ساعت ضرب تی دقیقه تقسیم 2 قوس شده تی ساعت طرح تی دقیقه گرد. و ما حالا که میدونیم که دور گردش اینها چقدر است. دور گردش اقربک ساعت گرد به 12 ساعت، دور گردش اقربک دقیقه گرد به 1 ساعت برابر است. در اینجا ساعت در کوادرات می شود. تقسیم 2 از 12 ساعت 1 ساعت رو میگیریم. خیر در اینجا اختصارها به عمل می آیند. در آخر ما داریم 12 تقسیم 22 ساعت که این رو اگر ما به دقیقه گردونیم حاضر حساب میکنیم. اگر این رو ما به دقیقه گردونیم این می شود که 12 ضرب 60 تقسیم 22 33 و 173 تقریبا 33 و 173 دقیقه، یا اینکه تاو برابر می شود به 33 دقیقه و از 32 در اینجا بخشش، در اینجا 32 داریم، 32 دقیقه و باز 44 ثانیه دیگر تقریبا 32 دقیقه و 44 ثانیه جواب انیک مسئله. و اکنون میگذاریم به تست سیوم. تست سیوم در اینجا سنگ را با سرعت 10 متر تقسیم ثانیه عموداً به بالا پرتافتند. در کدام بلندی انرژی کینتیکی سنگ از پتانسیلی 3 مرتبه کم است؟ در کدام بلندی انرژی کینتیکی سنگ از پتانسیلی 3 مرتبه کم است؟ سرعت ابتدایی سنگ را یک بار دیگر میبینیم. سرعت ابتدایی سنگ 10 متر تقسیم ثانیه. بیایید در این مسئله داده ها رو ترتیب میدهیم. سرعت ابتداییش 10 متر تقسیم ثانیه، و در کدام بلندی انرژی کینتیکی 3 مرتبه از انرژی پتانسیلی باید کم باشد. انرژی کینتیکی برابر است با 3 مرتبه از انرژی پتانسیلی کم، یعنی انرژی کینتیکی برابر انرژی پتانسیلی تقسیم 3. و در کدام بلندی انا همین کم شوی دیده می شود، یعنی انرژی کینتیکی در کدام بلندی 3 مرتبه خرد می شود از انرژی پتانسیلی. باز همان جسمی که عموداً به بالا می پرتویم و جسم رو عموداً به بالا می پرتویم با سرعت ابتدایی v0. فرض کردیم که در آن همینجا یگان بلندی h نسبت به سطح زمین رو 0 استفاده میکنیم، یعنی بلندی سطح زمین 0 است.
дар ана ҳамин баландии h ки мо кофта истодаем, энергияи кинетикии маҳз дар ана ҳамин баландӣ 3 маротиба хурд аст аз энергияи потенсиалӣ. аз қонуни бақои энергия истифода мебарем. қонуни бақои энергия чӣ мегӯяд? суммаи энергияи кинетикӣ ва потенсиалӣ, яъне энергияи пурраи механикӣ доимӣ мемонад. пас менависем доимӣ мондан, яъне дар ҳар як нуқта баробар аст. дар нуқтаи 1 ки дар ибтидо доштем, дар нуқтаи ана ҳамин 2 ки ана ҳамон баландӣ ана ҳамин нуқтаро мо бояд ёбем, ва дар дилхоҳ нуқтае ки дар ҳамин хати ҳаракати ҷисм, яъне дар траекторияи ҷисм, дар дилхоҳ нуқтааш баробар аст ана ҳамин суммаи энергияҳо дар дилхоҳ нуқта баробар аст. пас барои нуқтаи аввал энергияи пурраро менависем. ва ин баробар мешавад ба дар нуқтаи 1 энергияи потенсиалии мо ба 0 баробар аст, энергияи кинетикии мо ба mv0 квадрат тақсими 2. пас энергияи пурра дар нуқтаи 1 баробар мешавад ба mv0 квадрат тақсими 2 ва ин энергияи пурра ба энергияи пурра дар дилхоҳ нуқтаи дигар баробар аст. ба дилхоҳ нуқтаи дигар аз ҷумла нуқтаи 2. энергияи пурра боз дар нуқтаи 2 баробар мешавад ба потенсиали ҷамъи кинетикӣ дар нуқтаи 2. азбаски дар инҷо дар нуқтаи 2 дорем, биёед нуқтаҳои 1 ва 2 ро бо индексҳои 1 ва 2 ишора мекунем. пас дар инҷо индексҳои 2 мегузорем. акнун дар нуқтаи 2 мо дорем ҳам энергияи потенсиалӣ ва ҳам энергияи кинетикӣ, вале мо бояд баландиро ёбем, яъне барои мо мувофиқтар меафтад агар мо ба ҷои энергияи кинетикӣ энергияи потенсиалиро истифода барем. яъне дар инҷо биёед ки энергияи кинетикиро истифода намебарем. читор аз инҷо дар ҷои энергияи кинетикӣ худи энергияи потенсиалӣ тақсими 3 ро мегузорем. яъне энергияи потенсиалӣ дар нуқтаи дуюм ҷамъи энергияи потенсиалӣ дар нуқтаи дуюм тақсими 3. яъне мо дар ҷои ана ҳамин энергияи кинетикӣ энергияи потенсиалиро гузоштем. чӣ чизе ки шарти масъала ба мо гуфта буд, мо ҳамонро гузоштем. акнун дар инҷо ба даст меорем 4 тақсими 3 энергияи потенсиалӣ дар нуқтаи дуюм ва ана ҳамин энергия дар нуқтаи дуюм ба ана ҳамин энергия дар нуқтаи якум баробар мешаванд. пас аз инҷо ҳосил мекунем ки mv0 квадрат тақсими 2 баробар аст ба 4 тақсими 3 mgh ана ҳамин. ва дар инҷо мо метавонем ба осонӣ h ро пайдо кунем. h баробар мешавад ба 4. дар инҷо масъала албатта ихтисор мешаванд. v0 квадрат 3 боло меравад, 3 v0 квадрат тақсими 8gh ва ин баробар мешавад ба, дар инҷо идома медиҳам, 3 v0 мо ба 10 баробар аст, чизе ки дар инҷо мебинем. бале ба 10 квадраташ 100 мешавад, 300 тақсими 80 зарби бубахшед, дар инҷо ман 2 маротиба h ро нависидам. ана инҷо 8g дорем. баъзе вақт чунин хатогиҳо мешавад, вале кӯшиш кунед ки чунин хатогиҳоро дарҳол, яъне дарк карда онро ислоҳ кунед. 3 зарби v0 квадрат боз ҳамон 100 тақсими 8g мешавад, 80 ва 30 тақсими 8 ин мешавад ки 24 тақсими 8 севу асад тақрибан 8 метр. яъне дар ҳамин баландии 3.8 метр энергияи потенсиалии ҷисм 3 маротиба зиёд мешавад аз энергияи кинетикияш. ва агар дар инҷо энергияи баландии максималиро масъала пурсад, баландии максималӣ баробар мешавад дар нуқтаи максималӣ
انرژی کینتیکی با صفر برابر میشود در نقطه ماکسیمالی. اگر نقطه 3 گویم اون نقطه رو، پس در آنجا انرژی پورای ما میشود mg اشی ماکسیمالی و این انرژی در اول برابر بود با m v0 کوادرات تقسیم 2 و از اینجا اگر اش رو یابیم v0 کوادرات تقسیم 2g و 105 متر میشود در اینجا 5 متر، یعنی بلندی ماکسیمالی که جسم میتواند برآید با 5 متر برابر است. یک بار دیگر من 3 تقسیم 8 رو در کالکولاتور میسنجم. 3 تقسیم 8 375 میبراید در اینجا، یعنی 375 انیخترش این تقریبا انیخترش 375 متر. این جوابی تستی سومی المپیادای خوانندگان فوی 10. یعنی در اینجا جوابی تستی اولی ما حاصل شد. جوابی تستی اول 8 ثانیه 8 ثانیه. جوابی تستی دوم 32 ثانیه 32 دقیقه و چند ثانیه دیگر در اونجا. در اینجا 32 دقیقه و 44 ثانیه 32 دقیقه و 44 ثانیه و جواب سوم ما این 375 متر. اکنون چهارم مسئله، تمپراتور ابتدایی هوا چند بود وقتی که آن را به 3 کلوین گرم کردند؟ بیایید در اینجا آن را حل میکنیم. تمپراتور ابتدایی هوا چند بود وقتی که آن را به 3 کلوین گرم کردند؟ حجمش به 1% افزود. نتیجه چند تمپراتور رو در اینجا بینید. درباره تمپراتور سخن می رود. تمپراتور چند بود وقتی آن را به 3 کلوین گرم کردند؟ حجمش درباره حجم تغییرابی اینها این بزرگی ها سخن می رود، ولی درباره فشار سخن نمی رود. برای همین مسئله کمی شبهه‌ناک می‌گردد. چرا؟ چون که اگر اینو در کتاب‌های درسی بینیم، با فکرم در کتاب ریمکیویچ هست و در آنجا قید کرده شده است که از مسئله‌های چند از همون رقم مسئله آورده شده است که از مسئله‌های معین، انا همین مسئله‌های معینی که در آنجا هستند روندهای چنین روندها دیده شاید، یعنی روند ایزوبری ایزوخوری در آنجا گفته شده است، ولی در این مسئله باید گفته میشد که این روند ایزوبری است یا ایزوخوری است. از بس که ما نمیدونیم کدام روند است و ما گفته نشده از در خود مسئله، برای همین ما از آن استفاده میبریم که درباره فشار هیچ چیزی نگفته است. برای همین ما اون همین فشار رو به تغییر میحسابیم در دوامی روند. یک بار دیگه میخونیم. تمپراتور ابتدایی هوا چند بود وقتی که آن رو به 3 کلوین گرم کردن؟ حجمش به 1 افزود به 1%. خیر، این رو هم با واسطه دو ده حل میکنیم چون که این خیلی خلایی تر است. ما همین مسئله رو داده شده است. اول ما تمپراتور داشتیم، تمپراتور T0 فرض کردیم. تمپراتور T0 داشتیم، بعد اون رو به 3 کلوین گرم کردم. اول T0 داشتیم، بعد T1 یا اینکه T0 جمعی دلتا T شد و دلتا T ما خودی آن همون 3 کلوین. با 3 کلوین وقتی که با 3 کلوین میگویند یعنی تا 3 کلوین نیو با 3 کلوین یعنی این تغییرابی رو در نظر دارد. در بعضی مسائل اگر تا 3 کلوین گوید یا اینکه تا 3 گرادوس گوید یعنی تمپراتور اخیره رو در نظر دارد، ولی در اینجا تغییرابی تمپراتور رو در نظر دارد. حجمش به 1% افزود، یعنی حجم اولی اون با V0 برابر بود و حجم اولش و حجم اخیرش شد V0 ضربی 1% زیاد شد، یعنی 100% بود باز 1% دیگر شد 101% می شود. این می شود 1/100 V0
ولی یک بار دیگر میبینیم 1% افزود. بله وقتی 1% می افزاید یعنی میشود که V0 جمعی 0.1 V0 میشه 1.1 V0. این داده ها کمی در شکل پورتر، یعنی قسمی از حل مسئله ما الکی در اینجا داخل میشود گوییم هم میشود، چون که اگر ما داده ها رو در شکل درست و پورا نویسیم حل مسئله به ما خیلی خلایتر میگردد. اکنون ما باید چی را یابیم؟ تمپراتور ابتدایی انا همون T0 که من نوشتم انا همین نامعلوم بوده است. اکنون از روند ایزوبری استفاده برده، یعنی P برابر کانستانت استفاده برده می نویسیم. در اینجا P برابر کانستانت، پس V تقسیم T هم برابر کانستانت می شود. اکنون قیمت های داده شده را می نویسیم. اول داشتیم V0 تقسیم T0، بعد شد V0 ما 1.1 V0، T0 ما شد تمپراتور ما شد T0 جمع دلتا T. یعنی از همین برابری ما باید V0 رو پیدا کنیم یا T0 رو پیدا کنیم. پس در اینجا مودل رو با V0 تقسیم میکنیم، اون اختصار میشود. حاصل میکنیم که T0 جمع دلتا T به ما معلوم است قیمتش 3 کلوین است، برابر است با 1.1 V0 T0. این T0 رو به نزد اون T0 میبریم، به اون طرف میبریم، میشود 1.1 T0 طرح T0 برابر است با دلتا T. و از اینجا 1.1 T0 طرح T0 میشه 0.1 T0 برابر دلتا T. و از اینجا حاصل میکنیم که T0 ما برابر بوده است با دلتا T تقسیم 0.1 دلتا T تقسیم 0.1 یا اینکه دلتا T ضرب 100 هم گوییم میشود، یعنی 300 کلوین. مسئله چهارمی المپیادای جمهوری رو نیز حل کردیم. تست چهارم است، یعنی کار است 300 کلوین. در اینجا اکنون تست پنجمش رو میبینیم. از معلومات پروسس PV در درجه 5 تقسیم 3 استفاده برده معاین کنید که گاز چند اتم است. در اینجا درباره این پروسس ادیاباتی محض کمی صحبت میکنیم و اینچنین درباره عدد درجه آزاد صحبت میکنیم. درباره صحبت میکنیم. انا همین که و گاما نشان دهنده ادیاباتی گاما صحبت میکنیم. بسیارتر درباره انا همین گاما صحبت کردن لازم میآید و البته این رو میدونیم که عدد درجه آزاد مولکولا می باشد و عددی کوردینات های نوابسته مولکولا را این عدد درجه آزاد می نامند. یعنی اگر مولکولا یک اتم باشد، یگان گاز یک اتم باشد، پس مولکولای اون مثل نقطه متریالی حسابیده می شود، یا این که نمو اتمی اون نقطه متریالی حسابیده می شود و این نقطه متریالی می تواند در 3 تیر حرکت کند: تیر X، Y و Z. در این حالت عدد درجه آزاد به 3 برابر می شود و اگر مولکولا 2 اتم باشد، یعنی گاز 2 اتم باشد، پس اون میتواند غیر از اون که در خط 3 تیر حرکت کند، باز میتواند در اطراف 2 تیر دیگر چرخ زند. در آن حالت ای و 5 برابر می شود، یعنی برای گازهای 2 اتم ای ما با 5 برابر می شود و برای گازهای 3 و زیاده اتم این به 6، بعضی وقت به 7 برابر می شود. اکنون به قسمت حل محض همین مسئله گذاریم و وابستگی ای و گاما را یافتن ما لازم است و اینچنین در روند ادیاباتی رو دیدن لازم می آید.
روند ادیاباتی چگونه روند است؟ روندی که به مبادله گرمی به عمل می آید روند ادیاباتی نامیده می شود. یعنی در روند ادیاباتی همون انرژی ما به سیستم یا داده نمی شود، هم داده نمی شود هم گرفته نمی شود، یعنی Q برابری 9 می شود. در اصل خوانندگانی که از دانش‌های دیفرانسیالی و انتگرالی دارند این روند را فرمش را اثبات کرده می توانند. ولی ما یک بار دیگر این فرمول را اثبات میکنیم. در اینجا البته استفاده میبریم قانون یکم ترمودینامیکا. قانون یکم ترمودینامیکا در شکل دیفرانسیالی این قانون چنین نوشته می شود: دلتا کیو برابر است به دی او جمع دلتا ا. و در اینجا بعضی ها ممکن سوال دهند که چرا در اینجا دلتا در اونجا دی؟ چونکه دلتا گفته این بزرگی خیلی خرد را میگویند، بزرگی خیلی خرد میگویند. دی باشد تغییرابی خرد بزرگی، یعنی یک بار دیگر میگویم دلتا این بزرگی خیلی خرد، ولی دی باشد این تغییرابی خیلی خرد بزرگی. و تعریف قانون یکم ترمودینامیکا چنین میباشد که هنگامی با سیستم دادن گرمی دلتا کیو انرژی داخلی سیستم به قدر دی او زیاد شده، سیستم به مقابل کارهای بیرونه به قدر دلتا ا کار اجرا میکند. و اکنون چطوری که گفتیم در روند ادیاباتی همین دلتا کیو ما به 0 برابر می شود. در روند ادیاباتی دلتا کیو ما به 0 برابر می شود و اکنون می نویسیم برای دلتا او و دی او و دلتا ا می نویسیم. البته دی او انرژی داخلی برای گازهای ایدئالی این تنها فونکسیون تمپراتور می باشد، یعنی تنها از تمپراتور وابسته است. اگر او رو نویسیم اون تنها فونکسیون تمپراتور می باشد برای گازهای ایدئالی. البته ای تقسیم 2 ار ت. فرض میکنیم که گاز ما 1 مول است، 1 مول گاز داریم. ای تقسیم 2 ار ت و تغییرابی این هم دی او برابر است، از هر دو طرف این دیفرانسیال میگیریم. ای تقسیم 2 ار دی ت. اکنون دلتا ای ما باشد دلتا ا برابر است به پ دی و فرمای خودی کار. و اکنون این فرموله ها رو در آنجا گذاشته حاصل کردن لازم است و این چنین از بس که در آنجا به ما پو در درجه 5 تقسیم 3 داده شده است، یعنی ما باید روند ادیاباتی رو با واسطه پارامترهای پو حاصل کنیم، یعنی پو در درجه یکم. در اصل پو در درجه گاما می شود، پو در درجه گاما برابر کانستانت می شود. ما همین رو باید اثبات کنیم که روند ادیاباتی چنین روند می باشد که موافق همین فرموله فشار وابسته به حجم یا اینکه حجم وابسته به فشار تغییر می یابند. و اکنون باز در اینجا از فرمول مایر نیز استفاده بردن ممکن است، چون که اون با ما لازم می شود. R برابر است با CP طرح CV. فرمول مایر رو هم اگر اثبات کنیم، بیایید حاضر اثبات همین فرمول پو در درجه گاما رو اثباتش رو به درس های آینده میگذاریم. بعد اگر خواهشمندان که زیاد شدن ما این رو اثبات میکنیم، ولی حاضر باشد به حل محض همین مسئله پردازیم، چون که
برای اثبات آن همین فرمای روند ادیاباتی با ما فرمای مای رو اثبات کردن میباید. باز درباره گرمی گنجایش در روندها صحبت کنیم. باید یک موضوع خیلی کلان میشد، ممکن که یکم درسی 20 دقیقه یا که نیم ساعت شود. برای همین روند ادیاباتی رو میدونیم که فرمولش PV در درجه گاما برابر کنستانت هست، ولی به این هم ما درباره CP و CV باید صحبت کنیم. در این مسئله گاما برابر است با CP تقسیم CV. CP این گرمی گنجایش در روند ایزوباری، CV در گنجایش در روند ایزوخوری. و اکنون باز از فرمول قانونی یکم ترمودینامیک استفاده میبریم. هنگام P برابر کنستانت گرمی گنجایش ما هم این میشه گرمی گنجایش هنگامی P برابر کنستانت. این طور اشاره میشود. پس ما میدونیم که Q ما از فرمول مقدار گرمی برابر است با C dt. البته اینجا دلتا Q ما برابر است با C dt و هنگامی P برابر کنستانت این میشود CP dt. این Q ما میشود برابر است با، یک بار دیگر می نویسم، در اینجا دلتا داریم CP dt. این Q ما برابر است با دلتا او جمع A. دلتا او ما E تقسیم 2 نیو R. بیایید در اینجا گاز رو یک مول قبول کنیم. R dt جمعی dt این تغییرابی حرارت است. میتوانید در جای dt دلتا ت نویسید، چون که برای مکتب میانه این دلتا ت نوشتن ممکن است که دلتا ت نویسیم محض، اما محض در همین مسئله جمعی a ما این p دلتا و میباشد p dv یا اینکه. و از فرمول کلیپر و مندلیف ما میدونیم که p dv برابر است با نیو r dt. یا اینکه خودی از همون فرمول pv برابری در اینجا من باز نیو رو نوشتم، میتوانستیم ننویسیم. pv برابر است با rt، یا اینکه خودی همون نیو rt و از هر دو طرف اگر دیفرنسیال گیریم در اینجا p دومی است از دیفرنسیال میبرد و انا همین فرمول حاصل میشود. و اکنون نیو رو ما برابر یک ثابته در جای p dv ما میتوانیم نویسیم نیو r dt. پس cp dt برابر میشود با cp dt برابر است با e تقسیم 2 r dt جمعی r dt و این برابر میشود با از اینجا ما cp رو حاصل میکنیم، مودل رو با dt تقسیم میکنیم. cp برابر میشود با e تقسیم 2 r dt جمعی r dt، یعنی r dt e تقسیم 2 جمعی 1 از قوس برآوردیم r dt رو. این CP بود، یعنی گرمی گنجایش در روند ایزوباری. اکنون در روند ایزوخوری میبینیم هنگامی v برابر کنستانت قید کردن لازم است که a برابر 0 میشود، کاری ما با 0 برابر میشود، چون که در اینجا ببینید فرمول کار داریم دلتا a برابر است با p دلتا v و هنگامی با 0 برابر شدنی هنگامی تغییر نیافتن خود حجم کار اجرا نمی شود. و باز فرمول قانونی یکم ترمودینامیک رو می نویسیم و هنگامی v برابر کنستانت ما این رو علاقه نویسیم. هنگامی v برابر کنستانت ما داریم cv، یعنی cv dt این q هست برابر دلتا اوی ما e تقسیم 2 r dt برای یک مول گاز جمعی i ما با 0 برابر است. تمام. از اینجا cv رو میابیم، این برابر میشود با e تقسیم 2 r dt در اینجا اختصار میشن و cv رو هم پیدا کردیم. اکنون ما نسبت آن همین cp تقسیم cv رو کوفیسینت ادیاباتی مینامند گاما، نشان دهنده ادیابات مینامند گاما و این برابر است با cp رو در اینجا پیدا کردیم
RDT چی طوره که در اینجا میبینید در اینجا باز خطا کردم DT نداریم DT در اینجا اختصار شد من باز اون رو نوشتم در اینجا DT نداریم CP ما برابر است با R در همون داخل قوس یعنی در جای CP میگذارم که R ضرب داخل قوس جمع 1 تقسیم باز همون تقسیم 2R البته R با R اختصار میشوند ما حاصل میکنیم گاما برابر است با تقسیم 2 تقسیم مخرج عمومی میشود تقسیم 2 برابر 1 جمع 2 تقسیم و این گاما ما میشود و در خود آن همین مسئله ما گاما برابر است با 5 تقسیم 3 چطوره که در اینجا میبینید P در درجه 5 تقسیم 3 است و خود ما در شرط مثلا گفته شده است که ما باید روند رو ادیاباتی بپنداریم پس در اینجا گاما ما با 5 تقسیم 3 برابر می شود از اینجا ما میتوانیم چی را حاصل کنیم انا همین ای را حاصل کنیم 1 جمع 2 تقسیم ای برابر 5 تقسیم 3 یا اینکه 2 تقسیم ای برابر است با 5 تقسیم 3 طرح 1 یا اینکه 2 تقسیم ای برابر است با 5 طرح 3 2 تقسیم 3 2 تقسیم 3 کسرهای ما صورتهایشون برابرند پس مخرجهایشون نیز برابرند از اینجا حاصل میکنیم که ای برابر است با 3 گاز ما در اینجا یک اتم بوده است ای برابر 3 چون که عدد درجه آزادش با 3 برابر است این بود تستی چندم تست 4 یا 5 بله این بود تست 5 تست های دیگر را کوشش میکنیم در نوارهای آینده حل کنیم